دنبال اونها گشت، چون مدت هاست که در سیاره ما هستن. اونا به هر دلیلی کارهای ما رو زیر نظر دارن. حدود 1 ماه پیش شیئی با سرعت بسیار بالا از کنار موشک فالکون 9 عبور کرد. اما فقط این نبود. یوفولوژیست ها از تصاویر آنلاین موشک‌های ماهواره کمپانی اسپیس اکس تصویر ضبط کردن که نشون میده یک شیء سیگاری شکل بزرگ به ماهواره نزدیک میشه. تصویر تا همینجا ضبط شده، چون پخش تصاویر آنلاین از طریق کمپانی ناگهان قطع شد. کشورهای پیشرفته زیادی در مورد این اشیا تحقیق کردند. اونا هیچ وقت نمیگن که این اشیا متعلق به کجا و کی هستن. اونا نمیتونن حضور این اشیا رو انکار کنن و تنها جمله‌ای که بعد از تحقیقات